تا حالا شده وارد یه کافه بشی همه چی عالی باشه ولی دفعه بعد که میری همه چی افتضاح شده باشه؟ دلیلش یه چیزه، سیستم سازی. اما این سیستم سازی یعنی چی؟ قطعا این کلمه بارها به گوشتون خورده و همه اساتید هم نظرشون اینه که اگر سیستم سازی داشته باشی کسب و کارت رشد میکنه. ولی معنیش چیه؟ واژه سیستم سازی یعنی طراحی روش‌ها و یه سری دستورالعمل که منجر بشن یه روند کاری، حالا هر چیزی که هست، بدون نیاز مداوم به فرد اصلی، درست، قابل تکرار و دقیق پیش بره. مثلا شما یک کافی شاپ رو در نظر بگیرید. بخش‌های مختلفی داره دیگه. بخش سفارشگیری، ارائه سفارشات، آماده سازی سفارش، بخش مالی. حالا تصور کنیم که شما به یک کافی شاپ رفتی. زمانی که شما وارد کافی شاپ میشی، پرسنل به شما خوش آمد میگن، ازتون تعداد رو میپرسن و شما رو به میزتون راهنمایی میکنن. سریعا براتون منو میارن یا اگر نیاز باشه با بارکد سفارش بدین شما رو راهنمایی میکنن. اگر سوالی چیزی در مورد سفارش یا آیتما داشته باشید راهنماییتون میکنن و پرفروش‌ترین آیتما رو هم بهتون پیشنهاد میدن. در تمام این مدت هم با احترام و لبخند با شما برخورد میکنن. باریستای آشپز سفارش شما رو دقیق آماده میکنه، توی ظرف مورد نظر میریزه، اگر تزیینات خاصی داشته باشه تزیینات رو انجام میده و در نهایت سفارش شما بعد از زمان مشخصی آماده میشه. گارسون سفارش شما رو میاره و با آداب خاصی اون رو سرو میکنه و به شما میگه که اگر سوالی چیزی داشتید یا دستوری بود در خدمتتون هستم و خوشحال میشم که نظرتون رو در مورد سفارشاتتون هم بهمون اعلام کنید. شما سفارشتون رو میل کردین و به صندوق میرین تا فاکتورتون رو حساب کنید. صندوقدار اول نظرتون راجع به سفارش‌ها رو میپرسه و کامل و با دقت به صحبتاتون گوش میده. اطلاعاتتون مثل شماره همراه، نام و نام خانوادگیتون رو میپرسه و ثبت میکنه. طبق شماره میز فاکتورتون چاپ میشه، شما پرداخت میکنین و در نهایت کافه رو ترک میکنین. تمام صحبتایی که کردم تجربه شما توی این کافی شاپ بوده. بعد از 1 ماه شما تصمیم میگیرین که با دوستتون به این کافی شاپ برید. کلی از این کافه تعریف میکنید، سفارشتون چقدر خوشمزه بود، چه برخورد خوبی باهاتون داشتن، چقدر زمان آماده سازی کم بود و هر چیز دیگه که براتون مهمه. این بار زمانی که به کافی شاپ میرین کسی به استقبال شما نمیاد. شما خودتون یه میز رو انتخاب میکنید و میشینید. به جای اینکه سریع واسهتون منو بیارن، شما باید بهشون اعلام کنید که منو بیارن. اگر در مورد یه آیتمی سوال داشته باشید و از گارسون سوال بپرسید، جواب پرت و پلا میده. یعنی اصلا اطلاعات تخصصی کافی نداره. در نهایت با توجه به تجربه خوش قبلی که داشتین، همون آیتم رو سفارش میدین تا هم خودتون اون تجربه رو بچشین هم دوستتون. اما چون سفارش رو یه باریستای دیگه آماده میکنه و سفارشات هم دقیق و اندازه گیری شده آماده نمیشن، در نتیجه قطعاً مزه متفاوت میشه. در نهایت باریستا سفارش رو آماده میکنه، توی ظرف میریزه، تزیینات هم بنا به سلیقه خودش انجام میده و این بار زمان آماده سازی حتی بیشتر میشه. گارسون سفارش شما رو میاره و آداب خاصی هم برای سرو کردن نداره. شما سفارشتون رو میل میکنید و عصبانی میشی. این طعم اصلا چیزی نیست که دفعه قبل تجربهش کردی. حتی دوستتونم که اون نوشیدنی رو میچشه میگه این یه طعم کاملا معمولیه. شما احساس خجالت میکنید از اینکه این کافه رو پیشنهاد دادین و اصلا که با دوستتون اومدین. کلی سوال تو ذهنتون هست. چرا این بار همه چی فرق داشت؟ چرا همه چی عوض شده؟ جواب همون یک کلمه است: سیستم سازی. این کافه هیچ رنگ و بویی از سیستم سازی نبرده. وقتی پرسنل عوض میشن رفتارها عوض میشن، چون دستورالعمل خاصی برای نحوه برخورد با مشتری، نحوه سفارشگیری، آداب سرو وجود نداره. پس پرسنل به سلیقه خودشون عمل میکنن. حتی اگه پرسنل یکسان باشن ممکنه امروز که حالشون خوبه با شما خوب برخورد کنن، خوش برخورد باشن، اما فردا که ناراحت یا عصبی بودن رفتارشون کاملا عوض میشه. سفارشات دستورشون یکسانه اما چون متغیرها اندازه‌گیری نمیشن، مثل اینکه کیک چقدر توی فر باید بمونه، در نتیجه طعمشون قطعا متفاوت. مشکل این کسب و کارها فقط با سیستم سازی حل میشه.
سیستم سازی یعنی کاری کنیم نظم و رفتار حرفه‌ای و کیفیت قابل تکرار باشه و توسط هر کسی که انجام بشه کاملا یکسان باشه. اگه سیستم سازی توی این کافه باشه تمام دستورالعمل‌ها نوشته شده و افراد موظف به پیروی از اونها هستن. در نتیجه مشتری تجربهش خیلی تکرارپذیره و قطعا این کسب و کار رشد میکنه. اگه این ویدیو بهت دید تازه‌ای داد خوشحال میشم لایک و سابسکرایب کنی. تو ویدیوهای بعدی نکته‌های بیشتری از سیستم سازی رو با هم بررسی میکنیم.